سلام دوستان، امیدوارم هر جا هستین حالتون عالی باشه. در این ویدیو میخوام خیلی ساده و سریع درباره کپی ترید صحبت کنم، چیزی که این چند وقت خیلی داره باب میشه و اینکه چند تا از دوستان سوال کردن. یه پاورپوینت ساده آماده کردم، ببینیم بحث کپی ترید داستانش چیه. اول میخوام براتون بگم که بحث بازارهای مالی از بحث فارکس بگیرین که خرید و فروش جفت ارزهای مختلفه، تا بحث خرید و فروش طلا و نقره و فلزات و نفت، و از اون طرف بازار رمز ارزها و کریپتوکارنسی و اینا رو همه رو میگن بازارهای مالی. ببینین، بازارهای مالی به این صورته که افراد میشینن و نگاه میکنن ببینن که الان قیمت جفت ارزهای مختلف چطوره، طلا چطوره، نقره چطوره. تو زمینه‌های مختلف میبینن رمز ارزهای مختلف مثل بیت کوین، اتریوم، اینها به چه صورته، و بعد افراد تصمیم میگیرن که توی این بازار خرید کنن یا فروش کنن. خب بازارهای مالی بازارهای بسیار بزرگ با سرمایه‌های زیاده، اما مسئله ای که داره اینه که چرا طبق گفته وال استریت ژورنال، طبق آماری که چند وقت پیش منتشر کرد، طبق گفته خودشون حدود 95% از افرادی که وارد بازارهای مالی میشن در سال اول به مسئله و مشکل برمیخورن. اولین رو بهتون بگم، بحث بازارهای مالی با بحث قمار کاملا متفاوته. افراد چرا توی بازارهای مالی شکست میخورن؟ یکی از دلایل بزرگش اینه که دید قمارگونه و کازینویی دارن به بازارهای مالی. دید قمارگونه یعنی چی؟ اینجا رو ببینین، اینجا یه کازینوه. دید قمارگونه یعنی این که این فرد اومده مثلا $100 داره اینجا این بازی رو میکنه کاملا بر اساس شانس، و میتونم بگم در حالت خوشبینانه بر اساس شانس. در حالت بدبینانه اینه که کازینوها خودشون یه سیستم هایی رو میچینن که همیشه کازینوها برنده باشن و همینطور هم هست. این اپلیکیشن هایی که میبینین اپلیکیشن هایی که خیلی باب شده و افراد میرن پول میذارن به شیوه های مختلف، اینا همه اون تفکر قمارگونه و کازینویی رو تو افراد شکل میده و این تفکر سم اصلیه برای بازارهای مالی. یعنی اینکه در حالت قمار شما یک مبلغی رو میذاری و اصلا نمیدونی که قراره چه اتفاقی بیفته، کاملا بر اساس شانسه. این بازی همینطور، این بازی ها همینطور. حالا یه سری بازی هایی مثلا هست مثل پوکر که توش تا حدودی بحث مدیریت سرمایه و تکنیک توش مهمه، ولی خیلی از بازی های توی کازینوها کاملا بر اساس شانس و قماره و این خیلی صدمه میزنه به افراد و باعث خروجشون از این بازارها میشه، که این خودش خیلی جای صحبت داره که چرا افرادی که وارد بازارهای مالی میشن در ابتدا با این دید وارد میشن و میبینن که دارن از دست میدن اما نمیتونن این قضیه رو ترک کنن. خب پس افرادی که وارد بازارهای مالی میشدن و میشن، تعداد زیادشون دید قمارگونه دارن، به همین خاطر از بازار خارج میشن. یه سری افراد دیگه هستن میان و خودشون شروع میکنن به آموزش دیدن. یعنی چی؟ میان آموزش ببینن که بازارهای مالی که بر اساس یک نظم تکنیک و علمیه این به چه صورته. حالا افراد میتونن تو زمانهای مختلفی شروع بکنن به کار رو اینو یاد بگیرن که میشه گفت یه زمانی حول و حوش 3 تا مثلا 5 سال، حالا زودتر دیرتر، ولی یه بازه استانداردی که بیشتر تریدرها میتونن به یک درآمد ثابت برسن، یه چیزی حول و حوش مثلا 3 تا 5 ساله. بازم بستگی داره به چیزهای مختلف، آموزشایی که میبینن، دوره هایی که شرکت میکنن، زمانی که میذارن. ببین این دقیقاً یک بحث مثل دانشگاهیه.
یعنی یه سری دروس داره، یه سری پایه داره، یه سری اصول داره، یه سری قواعد داره. شخص میتونه بره اینو بخونه و یاد بگیره و شروع کنه. مثل یه نفری که میره مثلا یه کلاسی شرکت میکنه تا بتونه یه کاری انجام بده. مثلا یه آرایشگر یه تایمی رو باید بذاره تا یاد بگیره و بتونه خودش کار آرایشگری رو انجام بده. افرادی که این که هیچی، یه سری افراد که زمان میذارن و میان بالا و چون که یه علمه بر اساس نظمه، بعد یه مدتی شروع میکنن به درآمدزایی. حالا بحث سر اینه که بحث بازارهای مالی مثل هر شغل دیگه‌ای یه سری فاکتورها توش دخیله. چه فاکتورایی؟ یه سری فاکتورها مثل علاقه. معمولاً افرادی که به بحث اعداد، ارقام، محاسبات این چیزا علاقه‌مندن، یا افرادی که دوست دارن خودشون باشن، لپتاپشون و اینجور موارد، اینها میتونن بیشتر موفق باشن به نسبت کسایی که مثلا توی کارهایی علاقمندن که برونگراتره، دوست دارن کارهایی باشه که اکتیو باشه، یک جا نشینن، چند ساعت پای چارت نشینن. اینها مهمه. اما ما تو هر دسته ای داریم افرادی که اومدن در این بازار رو موفق شدن. پس افراد چجوری وارد بازارهای مالی می شدن و میشن؟ دید قمار، یادگیری شخصی. یه سری افراد هستن که این دید رو ندارن، خودشون هم میگن آقا ما زمان انجام ترید رو نداریم، یا علاقهش رو نداریم، یا به هر دلیل دیگه خودمون یه شغلی داریم اما میخوایم از بازارهای مالی استفاده بکنیم. تا الان چجوری بود و همین الان هم هست؟ این بود که این افراد مثلا میان یه سری تریدرها رو پیدا میکنن، یک پولی رو واریز میکنن به حساب اون تریدر و اون تریدر شروع میکنه به کار کردن با اون حساب. خب اولین مسئله اینجا به وجود میاد که حالا در ادامه بهش میپردازیم. این پولی که واریز میشه، اون تریدر اولین که چقدر میشناسینش و بهش اطمینان دارین، درست شد؟ بعد از اون به اون تریدر اطمینان دارین، اون تریدر چقدر تو کارش وارده، این سرمایه‌ای که یک نفر یا چند نفر بهش دادن این چقدر وارده، آیا میتونه اینو رشد بده یا نه، میاد و این رو هم میزنه نابود میکنه. پس الان افراد تقریبا با این دیدها، با این سه تا دید هست که توی بازارهای مالی میاد. حالا چجوریه؟ پس میخواستم بهتون بگم که بحث بازارهای مالی همینجا بهتون بگم کاملا با قمار فرق میکنه و افرادی که دید قمارگونه و کازینویی دارن هیچگاه تو این بازار نمیتونن موفق بشن. در طول این سالها افراد زیادی رو دیدم که اومدن یه مدت یه پولایی گرفتن ولی بازارهای مالی خیلی سریع و استادانه میاد و پول اینها رو ازشون میگیره، مثل کازینو. خب پس چیکار بکنیم؟ افراد میخوان از این بازارها کسب سود بکنن، بخشی از سرمایه‌شون رو بیارن تو بازارهای مالی، اما خودشون نمیخوان که برن زمان بذارن یاد بگیرن و پولم نمیخوان به حساب کسی بریزن. این قضیه بچه‌ها بسیار بسیار خطرناک و باعث ایجاد مشکل‌های بسیار بزرگی شده که بسیار پرونده درست کرده. خیلی وقتا هست تریدره خودش قصدش اینه که سود بگیره، میره یک پولی رو جمع میکنه یا یک پولی بهش میدن، اما خودش در اون حد نیست که بتونه این کار رو انجام بده، لذا میزنه سرمایه رو نابود میکنه و بعد دید افراد رو نسبت به این بازار خراب میکنه. خب پس چی کار بکنیم؟ اتفاقی که افتاد این بود که بروکرها و اون شرکت هایی که بحث بازارهای مالی رو برای ما فراهم میکنن که در ادامه بهشون میپردازیم، اومدن یک سری سیستم ها و سولوشن ها و راه حل هایی به وجود آوردن برای کسایی که خودشون نمیخوان ترید کنن، کاری دارن، علاقه ندارن، از یه طرف دیگه نمیخوان پولو بریزن به حساب یک کسی. یه بحثی به وجود اومد چند سالی به نام کپی ترید. میتونم بگم قبل از کپی ترید حساب‌های پم که اینها یه شکل خاصی از حساب هاست که قبل از کپی ترید اومدن، حساب‌های مم که اینا هر کدوم به شکل و شیوه های خاصی بود. الان بحث کپی ترید یا سوشال ترید که هر دوتاش میگن، این الان بهترین و میشه گفت بروزترین سیستمیه که اومده باگ ها و ایراد های اینا رو از بین برده. اما بحث کپی ترید چیه؟
کپی ترید خیلی ساده از اسمش معلومه، به سرمایه گذارا اجازه میده تا از تریدرهای حرفه‌ای و موفق استفاده کنن. یعنی چی؟ یعنی این که مثلا ببینین این یه سرمایه گذار، یه خانم خونه داره، اصلا نه چارت بلده نه میخواد پای چارت بشینه، این آقا همینجور، اینها میان از سیستم کپی ترید استفاده میکنن. توی اسلاید بعدی کاملا توضیح میدم که قضیه به چه صورته. کپی ترید به درد چه افرادی میخوره؟ یه سری افراد هستن در ابتدای کار تریدن، میخوان که بیان شروع کنن، اینا در ابتدا میتونن بیان و از کپی ترید استفاده کنن. نیاز به دانش تخصصی نداره، چون این تریدری که اینجا هست این خودش داره کار و تحلیل‌ها رو انجام میده. تو زمانم خب قطعا صرفه جویی میشه. اگر یه نفر بخواد مثلا یه زمانه مثلا x سال رو بذاره که بیاد و ترید رو یاد بگیره اصولی و به سود مستمر برسه، زمان میبره. بچه‌ها توی بحث بازارهای مالی مهمترین چیزی که داریم استمراره. یعنی امکان داره یه تریدر بیاد 1 ماه 2 ماه 3 ماه سود بگیره اما ماه 4 از دست بده. چرا؟ به خاطر اینکه بازارهای مالی هم پیچیدگی‌های خاص خودش رو داره. دقیقاً اگه بخوام مثال بزنم، مثلا مثل پزشکی میمونه. پزشکی چیکار میکنه؟ میره چند سال میخونه بعد میشه عمومی. وقتی که یه پزشک شد عمومی، آیا میتونه یک سری کارها رو انجام بده؟ نه. بعد باید دوباره بره جلوتر یه چیز دیگه بخونه. اینم همینجور. حتی میتونم بگم مثل تعمیر موبایل. یه نفر که اول میره تعمیر موبایل یاد بگیره، یه سری چیزای ساده رو یاد میگیره که LCD رو چجوری بردارم یه LCD بذارم. هرچی میره جلوتر تخصصی تر میشه. پس استمرار و مستمر بودن سوده که خیلی مهمه. حالا جلوتر بهش میپردازیم. پس کپی ترید اینه که افرادی هستن که اصلا هیچ گونه دانشی در این زمینه ندارن، هر کدوم کار خودشونو دارن اما میخوان از این بازار استفاده کنن، میان و از تریدرهای حرفه‌ای از تحلیل اینا استفاده میکنن. چجوری؟ توی این اسلاید ببینیم کپی ترید چجوری کار میکنه. ما تریدرها، فرض کنیم بچه‌ها این یه تریدره. خب تریدر برای اینکه بتونه تو بازارهای مالی خرید و فروش انجام بده باید وصل بشه به یه سایت بروکر. بروکرها کیا هستن؟ بروکرها یه سری سایت هایی هستن که دسترسی افراد رو باز میکنن برای اتصال به بازارهای مالی و خرید و فروش. درست شد؟ حالا قضیه به این صورته که این تریدر فکر کنین نشسته، این مثلا زمان خودش رو گذاشته، همه چیز رو گذاشته، یه حساب $5000 داره باش کار میکنه، داره خرید و فروش میکنه. مثلا در بازار طلا داره به صورت آنلاین طلا خرید و فروش میکنه، XAUUSD. یه حساب 5000 تایی هم داره. کارشه عین چی؟ عین یه نفری که آقا یه مغازه میزنه، یه مغازه طلا فروشی. خب این مثلا سردر مغازشه، یه مغازه طلا فروشی میزنه و خب یه زمانی میذاره میره اینو یاد میگیره، شروع میکنه به خرید و فروش طلا. بسته به تجربهش هرچی میره جلوتر سود میگیره برای خودش. تموم شده. ایشون که میبینین ایشون یک فردیه که هیچ آشنایی با بازارهای مالی نداره و کارش چیز دیگه است. مثلا برنامه نویسه، مثلا چه میدونم کافه داره، شیرینی پزه، هرچی. اینم میخواد بیاد و از سیستم کپی ترید استفاده کنه. چیکار میکنه؟ اینجاش مهمه. سیستم کپی ترید اینجوریه که این بابا که داره تریدر کار خودشو میکنه، این آقایی که میخواد از این بازار بهره ببره و خودش زمان و اینجور چیزا نداره، این آقا میاد تو بروکر، تو همون سایته، خب که بروکرهای مختلفی هستن، میاد تو اون بروکر خودش یه حساب باز میکنه و حسابش رو شارژ میکنه. یه مبلغی مثلا 10,000 تا شارژ میکنه. هر بروکری برای این قضیه یه مینیمم ماکسیمومی داره. معمولا مثلا بروکرها از $200 میپذیرن. یعنی هر شخصی که بخواد از این سیستم استفاده بکنه با $200 میتونه بیاد و این کار رو انجام بده. این میاد چیکار میکنه؟ این شخص میاد مثلا اینجا 10,000 نوشته، میاد 10,000 تا حساب خودش رو شارژ میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که این شخص خودش یه حساب باز میکنه، پول رو میزنه به حساب خودش
و پول توی حساب خودشه. اون ایرادی که پول در قبل گفتیم میزد به انتقال میداد به تریدر اون نیست، پول تو حساب خودشه. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته که این وقتی که اومد 10,000 تا حساب خودش رو شارژ کرد، میاد و حالا به صورت خیلی ساده میگم آیدی این تریدر رو معرفی میکنه توی پنل خودش به عنوان کپی ترید. از این به بعد این آقای تریدر که داره رو حساب خودش کار میکنه، هر خرید و فروشی که انجام بده به صورت اتوماتیک و در آن واحد برای حساب ایشون هم اون خرید و فروش انجام میشه. مثال مغازه رو بزنم، یه شخصی طلا فروشی داره، درست شد؟ این آقای طلا فروش یه سرمایه‌ای داره به خودش، به قول معروف با سرمایه خودش داره کار میکنه. حالا یه آقای دیگه میاد میگه آقا من میخوام از بازار طلا سود ببرم ولی بلد که نیستم، میخوام بیام چیکار کنم؟ یک سرمایه‌ای بذارم، شما هر خرید و فروشی که انجام میدی با سرمایه من هم به همون نسبت انجام بشه. فقط اینجا چه جوریه؟ اینجا پول تو حساب خود شخصه. گفتم اون مسئله‌ای که پول میرفت به حساب تریدرها بسیار ایجاد مشکل میکرد. حالا اگر در نظر بگیریم که تریدر ناتو نباشه، آدم مثلا اوکی باشه، خوب باشه، خیلی وقتا تریدر رو حساب خودش ضرر میکنه. بچه همون جور که تریدر کار میکنه وقتی که یه خرید و فروشی انجام میشه سود یا ضرر میشه، برای اینم همین جوره. اینم اگه بلد نباشه اینم میره تو ضرر. مثل اینه که این طرف اومده اینجا و اومده پول داده به یه نفری براش کار کنه توی مغازه، این آقا این کاره نیست یا هنوز اون تجربه لازم رو نداره. خب یه وقت یه طلایی میخره که قیمت طلا میریزه، کاملا منطقیه. خب برگردیم سراغ خودم. پس تریدر که داره کار میکنه رو حساب خودش، این آقا هم که وصله، این هر پوزیشنی بگیره، هر خرید و فروشی کنه رو حساب ایشون هم اعمال میشه. پس پول تو حساب خودشه و تریدر اینجا هیچ دسترسی به حساب این شخص نداره. فقط این مشخص کرده که آقا ایشونو من قبول دارم فعلا به یه مدت زمانی، میخوام هر خرید و فروشی انجام داد با حساب منم بشه. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ هیچی. این وسط اون بروکر است، اون شرکته، این شرکت واسط. خب این شرکت واسط مثلا هر 2 هفته یک بار میاد چی کار میکنه؟ میاد میگه که آقا در این 2 هفته چقدر ایشون تونه سود بگیره، به همون نسبت اینجا گرفته شده. میاد از حساب، مثلا حساب ایشون ظرف 2 هفته مثلا از 10,000 شده 10,500. خب مثلا شده 10,500. خود بروکر اتوماتیک هر 2 هفته، هر یک ماه، این بستگی به بروکر داره، تنظیماتش که چیز خاصی نیست، هر 2 هفته یک بار یا هر ماهی یک بار میاد سود و محاسبه میکنه، درصد تریدر رو ور میداره بهش میده، اون پولی هم که اینجا هست مابقیش برای خودش میمونه. پس وقتی تریدر در طول این 2 هفته داره رو حساب خودش کار میکنه، هرچی سود میشه میاد رو این حساب، یعنی همه چی میاد رو حساب این شخص. سر 2 هفته ایشون میاد این حسابو میبینه، ببینه چقدر سود کرده، میگه اینقدر، میاد درصد تریدر رو میده، مابقیش برای حساب ایشون میمونه. این خیلی نکته مهمیه. خب پس کپی ترید اینجوری شد. حالا بریم سراغ یه سری قسمت‌های دیگه. من کپی ترید رو خیلی ساده براتون گفتم، اما بچه‌ها مزایای کپی ترید چیه؟ اول اینکه افراد میتونن بیان و به تریدرهای حرفه‌ای دسترسی داشته باشن. ببینید اگر یه تریدری حرفه‌ای باشه، رو حساب خودش که داره کار میکنه، بالاخره یه بالانس، یه سرمایه داره کار میکنه. افراد مختلف میتونن بیان وصل شن، حسابشون رو وصل کنن به این، کپی میزنه روی اینا. حالا ایشون میتونه مثلا $500 داشته باشه، این میتونه $10,000 داشته باشه، این میتونه $1,000,000 داشته باشه. این مثلا خود تریدر حسابش مثلا $5,000. خب وقتی این یک خرید و فروشی با سرمایه خودش انجام میده، اینا سرمایه هاشون فرق میکنه، به همون نسبت خرید و فروش میشه.
و طبیعی هم هست. یعنی این $500 به نسبت این خرید و فروش براش میکنه، این همینجور، این همینجور. خب پس یکیش اینه که آدم دسترسی داره به یه سری تریدرهایی که حرفه‌ای‌اند. مسئله بعدی اینه که خب اینها اصلا نیاز نیست که دانششو داشته باشن. حالا اینا نشستن پشت لپتاپ، ولی اصلا شخص نیاز نیست که اصلا بشینه پشت لپتاپ. فقط کافیه که حسابشو درست کنه، وصل کنه به تریدر، هر 2 هفته یه بار حسابشو چک کنه ببینه که چقدر شده، میتونه هر روز چک کنه. این بازم بستگی به تنظیمات و اینجور موارد داره. میشه مدیریت ریسک کرد در این قضیه، میشه چند تا کپی ترید ایجاد کرد و بعد زمانبری کمتر، امکان مدیریت آسان‌تر. دیگه از لحاظ زمان بردن برای رسیدن به سود در بازارهای مالی خیلی سریعتر میشه. این مزایای کلیش، میخوام بریم جلو 2-3 تا از مزایای خیلی مهمشو بهتون بگم. خب بیایم اینجا ببینین. از مزایای مهم کپی ترید بحث امنیت سرمایه است. یعنی پول فرد سرمایه گذار همیشه در حساب خودش باقی میمونه، دسترسی به اونم کلن دست خودشه. یعنی این تریدر هیچ وقت نمیتونه بیاد از این ور داره برداشت بزنه، فقط مجوز داره، وقتی برای خودش ترید زد بیاد برای این هم پیاده بشه. پس تریدر اصلا نمیتونه پول رو برداشت کنه چون وسط کار و اینجا اون بروکره. تقسیم سود به صورت خودکار و از طریق بروکر انجام میشه. قبلا مثلا اینجوری بود که یا این شخص میومد این 10,000 تا رو میداد به تریدر میگفت که آقا اینو مثلا دادی من کار بکنم، بعدش مثلا هر 1 ماه یه بار بیا تا چی کار بکنیم، تقسیم سود انجام بدیم. حالا چه جوری میشد، درصد چه جوری میشد، چه صحبتایی پیش میومد بماند. خیلی وقتا برعکس بود. یعنی خیلی وقتا برعکس، این آقای سرمایه گذار مثلا میگفت آقا من $100,000 پول دارم. خب آقای تریدر تو نمیخواد رو حساب 5 تایت بزنی، بیا رو حساب من ترید کن. یعنی پولو نمیزد به حساب تریدر، پول تو حساب خودش بود، تریدر میومد رو حساب ایشون ترید میکرد. خب چه اتفاقی میافتاد؟ هر سود و ضرری که میشد این حساب مثلا افزایش پیدا میکرد، مثلا حساب میرسید مثلا به $120,000. خب اون وقت باید تریدر میومد و میدوید دنبال پولش که آقا این ما مثلا 20 تا که گرفتیم مثلا x% مال تریدره. بچه این چیزا خیلی پیش اومده. یعنی اینا همیشه یا باید این به این اعتماد میکرد یا باید این به این اعتماد میکرد. با بحث کپی ترید که بروکر اومد وسط گفت که آقا اصلا شما نه تو پولو بزن به حساب ایشون نه ایشون بزنه به حساب تو، شما هر 2 تا پولو میریزین در سایت، این تو حساب خودش، من خودم اتوماتیک درصدی که در ابتدا تنظیم شده رو برمیدارم، هر هفته یه بار، 2 هفته یه بار، هر ماهی یه بار میپردازم که این به چی بستگی داره. مثلا این تنظیمات بروکره، بعضیا فقط ماهی یه بار دارن، بعضیا هفته یه بار دارن، بعضیا قابل تنظیم. تریدر تنظیم میکنه میگه آقا من درصدمو هفته یه بار برمیدارم، دوباره هفته بعد. درست شد؟ پس این تنظیمات دست خود یا بروکر یا تریدره. در نتیجه امنیت خیلی بالا رفت و دیگه نیازی به اعتماد نبود، کافیه که یه بروکر مطمئن و خوب آدم پیدا بکنه که بروکرهای مطمئن و خوب هم اینا هم پیدا کردنشون از طریق اون رگوله هایی که دارن، اون تضمین هایی که توی سایتشون دارن و سایر موارد کاملا قابل بررسیه. پس این اومد بروکر با وسط قرار گرفتن باعث شد این بحث اعتماده و اون اتفاقاتی که میتونست بیفته کاملا حذف بشه و تمام اینا رو بروکر انجام میده. اما یک مورد بسیار مهم دیگه، حد مدیریت ریسک. ببینید فکر کنید این کپی تریدره. خب حالا اینجا کاری نداریم چی نوشته، این کپی تریدره. اون تریدر خودش یه حساب چقدی داره، خودش یه حساب $20,000 داره برای خودش کار میکنه، بالاخره یه رزقی برای خودش داره در میاره. این هم که مثلا بروکره که این وسطه.
3 نفر اومدن با سرمایه های مختلف به این آقای کپی ترید وصل شدن از طریق بروکر. یکیشون 10,000 تا داره، 5,000 تا، این بابا هم 5,000 تا داره. خب مدیریت ریسک یعنی چی؟ بروکر اینجا خیلی تنظیمات مختلفی داره. میگه خب آقای تریدر تو اومدی و داری این کار رو انجام میدی، میام من برات یه حد ضرر کلی قرار میدم. بروکر مثلا اینو تریدر میتونه توی کپی تریدش تنظیم بکنه، خود این افراد هم توی سرمایه گذار هم تو بعضی از بروکرها میتونن تنظیم بکنن. میاد بروکر یا تریدر یا اینا میان شرط میذارن، میگن آقا هیچ وقت ما نمیخوایم سرمایه‌مون مثلا بیشتر از 5%، بیشتر از 10%، این انتخابی خود تریدر و این افراده، توی ضرر بره. یعنی چی؟ یعنی این 10,000 تایی که هست 5%ش میشه $500. بروکر میگه که آقا اگر تریدر یه خرید یا فروشی انجام داد که رسید به $500 ضرر، همون وقت معامله رو ببند و این رو با چقدر 500 تا کم بشه میشه 9,500 تا، اینو با 9,500 تا خارج کن تو حساب خودش و دسترسی رو به تریدر قطع کن. این خیلی نکته مهمیه. قبلا چه جوری بود؟ قبلا سرمایه گذار میاد پولو میداد به تریدر هم مثلا هنوز به اون درک نرسیده بود، دیدگاه قمار داشت در کار. خب بعد میگفت که آقا ما یا اینو میزنیم 100% میگیریم، 50% میگیریم یا هیچی. خب یه وقت نمیشد، سرمایه اینا کلن میرفت. اما وقتی که تو کپی ترید بروکر اومد و حد ضرر کلی برای حساب گذاشت، اینجوریه که آقای تریدر اگر که رفتی توی ضرر مثلا 5%، 10%، اینها میان اتوماتیک همون وقت خرید و فروش ها بسته میشه و با حد اقل ضرر اینا رو از تریدر قطع میکنه. این شخص 9,500 تا توی حسابش میمونه، حسابش صفر نمیشه. این خیلی مهمه. برای تریدر چیکار میکنه؟ نه، تریدر یه وقت حس قمارگونه داره، میخواد اصلا بزنه 100%ش رو از دست بده. برای این از دست نمیره. این اگر تعیین کرده باشن 2%، 5%، 10%، 30%، بعضی از افراد سرمایه گذار هستن میگن آقا ما میخوایم حد ضرر رو بیشتر بذاریم رو 30%، یعنی تا 30% هم اگر رفت طوری نیست، اون وقت دست تریدر بازتره برای اینکه بیشتر خرید و فروش بکنه، به قول معروف با لاتیج بالاتری خرید و فروش بکنه. این درصدش بعضی از بروکرها خودشون مشخص، مثلا یه سری از بروکرها هست که حد ضرر قطعی رو گذاشته 20%، یعنی آقا اصلا کاری ندارم، این تریدر میگه که آقا تا 30 باز بذار، اگه رسید معاملات به 20% ضرر همه رو میبنده و با 80% اینا رو تو حساب خودشون نگه میداره. درست شد؟ این حد ضرر کلی خیلی مهمه. و دومین نکته‌ای که کپی ترید به وجود آورد این بود که جلوی ریسک های بزرگ رو گرفت. این درصد رو کی مشخص میکنه؟ در خیلی از بروکرها تریدر مشخص میکنه، میگه که آقایونی که میخواین به من وصل شین حد ضرر رو بذارین رو 20، تا 20 حد ضرر باشه اوکیه. بعضیا میگن رو 10، بعضیا میخوان قوی تر وارد شن، مثلا میگن 30. یه سری بروکرها هستن که یه حد ضرر استاندارد دارن، یعنی ماکسیمومش 20. مثلا این تریدر میاد یه خرید و فروشی انجام میده، یه مسئله پیش میاد یادش میره ببنده، مشکلی براش پیش میاد، اصلا از دنیا میره، سکته میکنه، هر چی. خب این خرید و فروش اگر باز باشه میتونه کل این حساب رو صفر کنه. بچه‌ها تو بازارهای مالی، مخصوصا بازار فارکس، مخصوصا بازار فیوچر توی رمز ارزها، حساب خیلی سریع لیکوید میشه. یعنی اگر یه خورده این تنظیماتو بلد نباشه و ندونه چی کار بکنه و ذهنیت قمار داشته باشه، خیلی سریع پولهای گنده از دست میره. ما داریم راجع به یک بازاری صحبت میکنیم که مثلا بازار فارکس، چیزی که اگه اشتباه نکنم مثلا 7 بیلیون دلار بازار فارکس توش پوله، در صورتی که مثلا
در نظر بگیرین کل بازار نیویورک مثلا وال استریت مثلا 200 میلیارده. 200 میلیارد این 7 بیلیون مثلا، میخوام نسبتشو بگم، حالا عدداش شاید پایین بالا باشه، من خاطرم نیست درست. و به راحتی پولهای بزرگ رو لیکوید میکنه، یعنی هیچی نیست برای بازار که بخواد میلیون دلاری رو صفر کنه. دیگه خودتون دور و براتون دیدین که به چه صورت بوده. پس این حد ضرر کلی خیلی چیز خوبی بود که در کپی ترید به دست اومد. درست شد؟ باعث شد ضررهای سنگین در بازارهای پرنوسان جلوش گرفته بشه. مثلا الان ما شرایط بازار، خب ما الان در شرایطی هستیم که دنیا درگیر مثلا یکی دو جنگ بزرگه. این جنگ ها خیلی رو بازارها نوسان دارن. یه تریدری هست، تریدر با تجربه در حد خودش، اما مثلا یک زمانی که نباید وارد یک خرید یا فروشی میشه و این اخبار شدیداً روی بازارهای مالی تأثیر داره. حد ضرر کلی باعث میشه که آقا اصلا بدترین خبرم اومد، مثلا طلا سقوط کرد، یا مثلا یورو خریدیم، مثلا یورو ریخت، یا دلار خریدیم یه مسئله‌ای براش پیش اومد. این باعث میشه که اگر یک دفعه اتفاقی افتاد با این درصد از پیش تعیین شده، سریعاً بازار ببنده، بروکر حسابها رو ببنده و با حد اقل ضرر بیاد بیرون. خیلی نکته مهمیه که کپی ترید تونست انجامش بده. خب تموم شد بحث کپی ترید، همش همین بود. نتیجه گیری کپی ترید الان یا سوشال ترید، اگر دیدین کپی ترید یا سوشال ترید، اینا تقریبا اینا از لحاظ تکنیکالی یکی هستن. روش خوبیه. چی کار باید کرد؟ افراد باید چی کار کنن؟ خب تریدری که داره کار خودشو میکنه و کاری نداره. افرادی که میخوان استفاده کنن میتونن، یعنی باید برن توی اون بروکرهایی که مثلا اون تریدرها هستن یا تریدر مورد نظرشون هست، میرن تو اون سایت بروکر ثبت نام میکنن، یه یوزرنیم پسورد میزنن، ثبت نام میکنن. بعد از اینکه این کارو کردن میرن حسابشون رو شارژ میکنن. پس 1 رجیستر، 2 شارژ حساب. حالا چقدر شارژ کنن؟ بروکرهای مختلف برای کسای سرمایه، برای سرمایه گذارا مینیمم های مختلفی دارن. خیلی از بروکرها با $200 استارت میزنن، یعنی یه سرمایه گذار با $200 میتونه بیاد ثبت نام کنه، $200 بذاره توی حسابشو شارژ کنه، مرحله بعد بره و تریدرش رو انتخاب کنه. اگرم تریدرش رو میشناسه، اون تریدر یک، به قول معروف اینجوری بگم، یک کدی داره و میره حسابش رو متصل میکنه به حساب اون تریدری که باید. اینستال کپی تریدینگ سافتور دیگه نیاز نیست، یعنی دیگه اصلا این مراحل رو نداریم. از این به بعد وقتی که حسابش رو ساخت، شارژش کرد به هر مبلغی، تریدرش رو انتخاب کرد و کانکت شد، دیگه هیچی دیگه این کاری نداره. تریدر شروع میکنه در طول هفته به ترید کردن رو حساب خودش. به همون نسبت میاد رو حساب سرمایه گذارا، 1 نفره، 100 نفره، 10,000 نفره، هر چند نفر هست میاد کپی میشه روی اینها. و در آخر اون بازه زمانی، هفتگی، 2 هفتگی یا ماهیانه، بروکر میاد ببینه که کپی تریدر یا اون تریدر چقدر باعث بالا رفتن این شده. مثلا میبینه که در اون هفته تونسته مثلا 5%، 3% افزایش سرمایه بده. میاد به اون درصدی که در ابتدا تریدر مشخص کرده پولو ورمیداره از حساب، از این حساب سرمایه گذار ورمیداره، سود تریدر رو میده، بقیهش که میذاره میمونه. هفته بعد شروع میشه، ماه بعد شروع میشه. چند تا نکته مهم بچه‌ها، من دارم اینجا از 5% و 3% حرف میزنم. توی بازارهای مالی اگر دیدین که کسی صحبت کرد از تریدهای 30%، حالا بگذاریم که یه سری میگن 300% و یه شت کوین خریدیم مثلا بود 1 سنت شد 100 $، اینا که هیچ، اینا همه قماره، اصلا اینا که ما راجبش صحبت نمی کنیم. بچه بازارهای مالی چنین درصدهایی داره، ولی بازارهای مالی با دید قمار اینو داره. یعنی اگر دیدین که یه جا اینجوری شد، بدونین که قطعاً به مشکل برمیخوره.
اصلا نیست. یعنی به قول معروف یه بار، دو بار، سه بار اگر بشه که اونم مسئله ساز میشه. چرا؟ چون بچه‌ها تفکر قمار داشتن باعث ایجاد شکست در بازارهای مالی میشه. پس ما میخوایم چیکار کنیم؟ یعنی باید چیکار بکنیم؟ توی بازارهای مالی باید یک سود ثابت مستمر گرفته بشه. نمودار باید اینجوری باشه. چقدر سود معقوله در بازارهای مالی؟ ببین فکر کنید تو میری پیش یه طلا فروشی، میگه آقا من یه سرمایه دارم میخوام باش کار بکنی، چقدر استاندارد این به ما سرمایه اگه بذارم سود میده؟ اگه دیدی طلا فروشه گفت که آقا توی ما 100% و 200% و 500% و 1000% از اونجا فرار کن، مگر اینکه بخوای پولتو از دست بدی. مگر اینکه بخوای از دست بدی که خب قطعاً اینجوری از دست میره پول. توی بحث بازارهای مالی چیزی که هست در ماه 1% ثابت 5 میتونه تا 20 باشه. خب 5 تا 20 که این بستگی به تریدر داره. این اگر مستمر باشه یعنی سود مستمر همیشه، یعنی اون تریدر کارشو بلده. اون تریدر نمیاد قمار کنه رو سرمایه گذارا. حالا شما حسابشو بکن، فکر کن ماهی مثلا 10%، خب فکر کن ماهی 10% خالص این تریدر سود بگیره، این سرمایه گذار 10% بگیره. شما تو سالش حساب کن، تو سالش مثلا میشه 120%، خب میشه 120%. اما یک 120%ی که میدونه این 120% رو داره همینجوری میره، یعنی مثلا $1000 میذاره، ماهی 10%ش میدونه ماهی $100 بهش میده. آیا از این بالاتر میشه؟ بله از این بالاتر هم میشه روزی 10% گرفت، روزی مثلا 50%. اونا که تو بحث کریپتو و اینا این داستان ها رو داریم، اما اونها دوباره بحث قماره. اگه کسی میخواد سرمایه‌شو از دست بده با توجه به این سالهایی که تو زمینه‌های مختلف دیدم و حتی یک بار نبوده که قمار بتونه سود بده، به این صورت شاید بچه‌ها قمار بیاد و یک ماه مثلا آدم $200 بذاره بشه $1000. اما چون این قضیه بر اساس تفکر قمار شکل گرفته، ماه بعد بازار اینو ازت میگیره. نمیدونم چرا این همه افراد میبینن این قضیه رو، خودشون تجربه میکنن که مثلا $200 میشه مثلا $1000 در ماه. ببینیم ماه بعد چی شد، ماه بعدش چی شد. 1000 تا میشه 1500 تا، یک دفعه بازار میگیره. بچه‌ها کسایی که پشت این سیستم ها نشستن، ببینین کسی افرادی که تو بازارهای مالیان کیان؟ بانک ها. ببین همه بانک ها وقتی که ما صحبت از قیمت طلا میکنیم، بانک ها تریدرهای خودشونو دارن، مؤسسات مالی تریدرهای خودشونو دارن، تریدرهای بسیار قوی هستن. اینها هیچ وقت نمیبازن. تازه یه سری هستن میگن بازار دست مارکت میکره. مارکت میکر یعنی سازمان ها و بانک ها و مؤسسات بسیار بزرگی که بعد از یه مدت افراد شما میبینین تو این بازار، یعنی این چارتی که داره حرکت میکنه میاد اینجا پولو از دست یه سری افراد خارج میکنه و به حرکتش ادامه میده. یعنی افرادی که تو بازارهای مالی میان، اینهایی که میبینین، اینها 30 سال 40 سال کارشون اینه و دنبال افرادی هستند، میدونن افراد کجا ضررهای سنگین میدن. افرادی که یه خورده توی بازار ترید کار کردن ازشون بپرسین، بگو تا حالا چند بار قیمت اومده استاپتو زده و بعد حرکت کرده، با یه شادو میاد میزنه میره بالا. حالا این اصطلاحاتیه که بچهای تریدر میدونن. اینا اتفاقی نیست. اینا اتفاقی نیست. به همین خاطر آدم تو بازارهای مالی با اینها، در بین اینها باید پول در بیاره. به همین خاطره که بازارهای مالی میگن افرادی که ذهنیت قمار دارن قشنگ پولشون رو میکشه، دونسته پول رو میکشن این افرادی که توی بازارهای مالی نشستن. اما برخلافش
مثل یه طلافروشی که بیاد قشنگ بیاد پله ها رو طی کنه، تجربهش رو کسب کنه، بدونه که این بازار قمار نیست، ذهنیت قمار رو از ذهنش بیرون بکنه، این رو که ببنده و به این کار به دید یک بیزینس نگاه کنه، آروم آروم شروع میکنه عین یه مثلا طلافروش شروع میکنه با سرمایه خودش کار کردن، سود معقول و اون رزقی که داره رو از این کار در میاره. این بحثی که بهتون گفتم بحث عقلانی و واقعیت بازارهای مالیه، این واقعیتشه. خب اینم برای بحث کپی ترید که بهتون گفتم و میخواستم که کپی ترید رو خیلی ساده بهتون توضیح بدم که قضیه از چه قراره، که اگر جایی شنیدین کپی ترید یا بحث سوشال ترید کاملا در جریانش باشین. نکته مهم در بحث کپی ترید و سوشال ترید اینه که افراد بدونن که این کار یک کار مستمر دائمیه. افراد با این حال مثلا همه سرمایه یا مثلا قرض کنن، از جایی بچه‌ها قرض گرفتن، از اون بدتر وام گرفتن، از اون بدتر نزول گرفتن، بچه‌ها اینها هیچگاه جواب نداده، هیچگاه. اگه جواب میداده خود این تریدری که گنده است و مثلا خیلی کار کرده خودشو میزد به آب و آتیش میرفت نزول میکرد. هیچ وقت بچه‌ها از اینا پول در نمیاد، از این پول در نمیاد. به همین خاطر بروکر اومده گذاشته $200 مینیمم که شخص اول بیاد ببینه چه جوریه، نخواد بره قرضی وامی چیزی بگیره. به هیچ وجه میگن کل سرمایه رو حتی در کپی تریدی که مثلا 20% حد ضرر کلی داره میگن به هیچ وجه نیارین. با یه هزینه کم آدم میاد شروع میکنه. از اون مهمتر باید اون تریدر رو بشناسین. الان توی بروکرهای مختلف که میرین یه لیست بلند بالا دارن از تریدرهای مختلف و این خوبی بروکراست. بروکرها میان تریدرهایی که میخوان کار کپی ترید بکنن، اوناییشون که میان و توی لیست قرار میدن. انتخاب تریدر خیلی مهمه، دیدن روندش خیلی مهمه، شروع با کم و بعد افزایش سرمایه خیلی مهمه، انتظار گنده نداشتن خیلی مهمه. این سرمایه گذار نه که آقا طرف فلانی به من میگه که بیا تو بازار کریپتو یه رمزارزیه میگه 10 سنت قرار پامپ بشه $10. اصلا این معقول نیست، اصلا امکان این قضیه از لحاظ تکنیکالی نیست که مثلا شیبا بیاد مثلا قیمت هر یه دونش بشه $1. اصلا نمیتونه، اینقدر پول تو جهان نیست. یعنی خیلی وقتا این پامپ و دامپ هایی که میشه، این دروغ هایی که گفته میشه مخصوصا تو بازار رمزارز، تو بازار فارکس بچه‌ها خیلی کمتر. رمزارز یک دنیاییه که دنیای بسیار عجیب غریب و کلاهبردار بازاریه. یعنی اون نهنگ هایی که صاحب رمزارزها هستن اونا بلدن چی کار کنن. یه رمز ارزیوش مثلا قیمت شروع میشه با مثلا -1. این رمز ارز همش مال یه نفره که نوشته، اون نهنگ اصلی دارندش میاد یه کاری میکنه قیمتش بیاد برسه به یه مبلغی، بعد یه دفعه تو بازار گنده میشه، مردم میگن وای اگر ما از این مثلا 100,000 تا بخریم چیزی نمیشه که مثلا ما میگیم آقا $10 میخریم. ببین $10 این چقدر میشه وقتی یه دونش اینقدر دلار باشه. $10 خیلی میشه. ببین چند صد هزار نفر میان $10 میدن، قیمتش میره بالا، مثلا قیمتش میرسه به این، رشد میکنه. اینی که صاحب این رمز ارز کلشو اینجا میفروشه، دوباره دامپ میشه میاد پایین، اینا پولشون از دست میدن. یعنی هیچ رو میرسونه به این، پولو ور میداره سقوط میکنه. تو بازار فارکس خیلی کمتر، چون تو بازار فارکس خیلی چفت و بستای محکمتری داریم راجع به این قضیه. این داستان کپی ترید بود، مزایاش هست. اگر بخوام معایبش هم بگم که معایبی داشته باشه، اینه که باید اون تریدر رو بشناسین. آها عیبش چیه؟ عیبش هیچی. عیبش اینه که آقا این تریدر که همیشه سود نمیکنه، که سرمایه گذار میاد مثلا 5,000 تا میذاره تو حسابش وصل میکنه به تریدر که همیشه سود نمیکنه، که یه هفته ضرر میکنه.
وقتی ضرر میکنه چی میشه؟ هیچ، اون ضرر رو این حسابم میشینه. درست شد؟ پس کپی ترید میاد میگه آقا این تریدر رو حساب خودش داره کار میکنه، نمیاد رو حساب خودش ترید بد بزنه یا ضرر کنه، که وقتی ضرر کرده یعنی رو حساب خودش هم ضرر کرده. بنابراین باید تریدری رو پیدا کنین که یک روند اینجوری داره. این اگر نمودار باشه، مثلا تریدر از 5000 تا شروع کرده، مثلا ظرف یک ماه تونسته 20%، 30%، 10% ببره بالا مستمر. اگر که رفتین بچه ها یه تریدری رو دیدین که اینجوری بود، یه مدتی نزده رفته بالا، بعد مثلا اومده، این به هیچ وجه به درد نمیخوره. سودش باید مستمر باشه. این دید قمارگونه داره. این نشون میده که مثلا اینجا یه خرید بزرگ زده رفته بالا، اینجا نتونسته، دوباره اومده زیر صفر. اینا بچه‌ها هیچ وقت موندگار نیستن. اینها بالا نمیره، اینا میاد اینجوری میشه، میاد به سمت صفر. درست شد؟ بازار لیکویدشون میکنه. پس ایرادش اینه که تریدر اگر رو حساب خودش ضرر کرد، رو حساب همه سرمایه گذاران به همون درصد، به همون میزان ضرر اعمال میشه. اما خب بازم خوبیش اینه که اون بروکری که اون وسطه حد ضرر کلی داره. میگه آقا این تریدره دید قمارگونه داره، حساب خودش رو 100% میخواد از دست بده، یک ترید گنده زده. اما اینا که اینجوری نیست، برای اینا تنظیم کرده رو 10%. اگر 10% به 10% ضرر رسید، بلافاصله خرید و فروش ها رو میبنده، ارتباط این رو با تریدر قطع میکنه. این بابا با 10% ضرر و 90% بقیه تو حساب خودش میمونه. حالا یا میتونه پولش رو برداره یا میتونه بره تریدر دیگه انتخاب کنه. آها، یه ویژگی خوب دیگه بچه‌ها، یه ویژگی خوب دیگه اینه که حالا اینا رو من نیوردم دیگه، یادم رفت، الان یادم اومد تو این بحث، حالا پیش اومد. بچه‌ها سرمایه گذار بسته به بروکر هر زمان که خواست میتونه ارتباط رو دیسکانکت کنه که دیگه کپی ایشون میکنه، ترید میزنه رو این حساب نشینه، و هر زمان که خواست میتونه پولش رو برداشت بزنه، به قول معروف ویدراو کنه. خب میتونه برداشت بزنه. حالا چی میشه؟ آقا ایشون اومده مثلا 5 روز، 6 روز، یه ماه، هر چی اومده وصل شده به این کپی تریده، به این تریدره، حالا ایشون رفته جلو، یا سود کرده یا ضرر کرده، الان میخواد پولش رو برداره. همون وقت میره تو حساب خودش، میره ویدراو میزنه. بروکر فقط میاد میبینه در این روزها این بابا چی کار کرده. اگه ضرر کرده که هیچی دیگه، همون حسابش که از همون وقت میزنه ور میداره. اما میاد میبینه اگر ایشون سود کرده تریدره، همون وقت که میخواد اینو برداره، میاد درصد ایشون رو میده، همون وقت پولشو برمیداره. یعنی برداشت پول توسط خود سرمایه گذاره هر وقتی که خواست. این بستگی به بروکر هم داره، ولی تقریبا همه بروکرها این قضیه رو دارن. بروکرها شدیداً تو کپی ترید سمت سرمایه گذارن، شدیداً سمت سرمایه گذارن، و این خوبه. این خوبه، باعث میشه دید افراد نسبت به بازارهای مالی خراب نشه. اگه یه تریدری 1 ماه، 2 ماه، 3 ماه ایراد داشت، این از چرخه میندازه بیرون، استیتمنتش هست. مورد دیگه که میخوام بهتون بگم که این هم میتونه مهم باشه در کنار این بحث که گفتم بهتون خدمتتون عرض بکنم، حالا همین. خب پس چی مهمه؟ اینه که بروکر خوبی انتخاب بکنین. این بروکره که این وسط خیلی مهمه. بروکر خوبی انتخاب بکنین. وقتی که رفتین بروکر رو انتخاب کردین، این کپی ترید، آها بحث درصدها چجوریه؟ درصدی که وقتی که سود میاد تو این حساب، درصد تقسیم درصد چجوریه؟ بچه‌ها تقسیم درصد بر اساس تریدرون اول مشخص میکنه. خب من نرمالش رو بهتون میگم و بعد هر تریدری خودش مشخص میکنه. میگه آقا هر کی خواست به کپی ترید من وصل شه، من هر هفته یا هر 2 هفته اینقدر درصد از سود میگیرم، که اما اول کارم مشخص میکنه. حالا یه تریدر میتونه 2-3 تا صندوق داشته باشه، 3-4 تا کپی ترید و درصدهای مختلف. چیزی که نرمه معمولاً حدود 30-70 هست. 30 تریدر
70% سرمایه گذار. این تقریبا نرمال به این صورت. یعنی چی؟ یعنی در پایان هفته بروکر میاد میبینه که آقا $1000 سود گرفته شده رو اکانت ایشون. حسابش بوده 5K 5000، الان شده چقدر؟ 6000. میاد از این $1000 $300 میده به کی؟ به تریدر. چقدر میمونه؟ $700 تو حساب اون شخص میمونه. یعنی حسابش میشه 5700. حالا این سرمایه گذار اگه خواست میتونه اینو ورداره، میتونم نه بذاره بمونه با 5700. هرچی حساب سرمایه گذار بره بالاتر، این تریدری که داره برای خودش ترید میزنه وقتی میخواد کپی بشه رو این به درصد بالاتری زده میشه دیگه. فهمیدین چی شد؟ یعنی رو 5700 به این نسبت خرید میشه، رو حساب 2000 تایی به نسبت 2000 تاش خرید میشه. خب این هم نکته مهمیه. پس 30-70 نرمه. یه سری تریدرها هستن، تریدرهای سیفی هم، میگن آقا ما 40-60 کار میکنیم، یعنی 60 سرمایه گذار 40 تریدر. یه سری تریدرهای دیگه هستن میگن نه آقا ما مثلا 20-80 کار میکنیم. این بستگی به تریدر داره. این مهم نیست که تریدر میگه چقدر، خیلی نرم خوبیه، این نرم منصفانه ایه. مهم اینه که ببینین تریدر این کاره هست یا نه. چجوری میتونیم بفهمیم؟ یک استیتمنتش، اگر استیتمنت نداشت یا هیدن بود یا هرچی، اگر در دسترس نبود یه مدتی با یه مبلغ کم تست بشه، ببینی که چجوریه. آیا در طول یک ماه داری که توی یه ماه مثلا 100% بگیره، تو ماه بعدی 200% منفی بشه؟ حالا 200% منفی نمیشه، مثلا بیاد 60% بریزه، دوباره توی ماه دیگه اینجوری نباشه، بتونه سود ثابت بگیره. اینا همه مهمه تو انتخاب تریدر. پس درصد هم اینجوریه. حالا چی میشه؟ این سرمایه گذار وقتی میخواد بره تو سایت ثبت نام کنه، میره ثبت نام میکنه، مثلا هر چقدر میخواد، مثلا 1000 تا میاد حسابش رو شارژ میکنه. میخواد وصل شه به این تریدر، همونجا این قوانینه هست. وقتی که میخواد دکمه کانکت رو مثلا بزنه که وصل بشه، این تریدر اینجا مشخص کرده، نوشته که این تریدر درصدی که میگیره 30 برداشت هر 2 هفته یه باره، یا هر ماه یه باره، یا هر هفته یه باره. اینو تریدر مشخص میکنه، درصد و تریدر مشخص میکنه و این موارد. حالا اون درصد ضرر کلی رو که مشخص میکنه، هم تریدر مشخص میکنه. مثلا تریدر میبینی آقا ایشون نوشته که درصد خروج اضطراری من روی 20%. یعنی تریدر خودش تنظیم کرده که آقا اگر حسابم رفت تو 20% یه دفعه، به هر دلیلی خبری اومد، بازار ریخت یا هر چی، بیاد و اینها رو سیف با 20% منفی خارج کنه. پس هم تریدر میتونه مشخص کنه. یه سری بروکرها بای دیفالت پیش‌فرض خودشون حد ضرر دارن. مثلا بروکری هست که میگه آقا من 20% استانداردمه، اگر 20% تریدر ضرر کرد من قطع میکنم افرادی که بهت وصلن، چون احتمال داره این 20% منفیه بشه چند درصد؟ بشه 100%، کل پول این تریدر بره، نمیذاره بروکر. و توی یه سری تنظیمات، توی یه سری بروکرها هستن، خود این فرد سرمایه گذار هم میتونه مشخص کنه، بگه آقا من این پولی که گذاشتم میخوام ماکسیموم 5% بره تو ضرر. یعنی اگر این تریدر داره تریدشو میکنه رو سرمایه خودش، اگر پوزیشنی گرفت خرید و فروشی کرد رسید به 5% منفی، منو قطع کن. 5% منفی شده، حسابشو قطع میکنه، 95% تو حسابشه، 5% ضرر کرده. حالا شاید این تریدر بخواد کل حسابشو به فنا بده یا برسه به 20%. بروکرهای مختلف با هم دیگه فرق میکنن. این هم یک نکته. نکته دیگه که به ذهنم رسید دوستان اینه که این سرمایه گذار مثلا میخواد وصل شه به بروکر آقای مثلا علی ایکس هرچی، باید بره تو همون بروکری که این حساب داره حساب باز کنه. نمیتونه این بره مثلا تو بروکر مثلا چه میدونم بره تو آلپاری باز کنه، ایشون تو اوپو حساب داره،
نمیشه. اینا اسم بروکرهای مختلف. درست شد؟ هر شخصی، هر تریدری، حالا این تریدر میتونه بیاد تو 3 تا بروکر حساب کپی ترید باز کنه، مسئله ای نیست. این افراد میتونه تو هر کدومش خواست بره انتخاب کنه. اما معمولا تریدرها 1 یا 2 تا بروکر رو انتخاب میکنن که اوکیان و با همونا بحث کپی ترید رو انجام میدن. افرادی هم که میخوان میرن تو همون بروکر ثبت نام میکنن، حسابشون رو شارژ میکنن، کانکت میشن به ایشون، ترید میزنه، اینجا کپی میشه، در آخر هفته یا 2 هفته سود و زیان تقسیم میشه. سود تقسیم میشه، زیان که دیگه زیان مثلا شده، زیان که دیگه چیز تقسیم نمیشه. همینقدر که اینجا زیان کرده اینم اینجا زیان کرده، مگر اینکه زودتر گذاشته باشه، ضد ضررش رو زود بذاره ببنده. و خدمتتون عرض بکنم این راجب کپی ترید سعی کردم اون مواردی که از بچه‌ها خیلی چیزا رو به صورت مثلا ساده گفتم، این که بیاد دکمه رو بزنه کانکت بشه، اینا حالا به صورت همینه، یعنی در واقع سیستم همینه، تفاوتی به اون صورت نداره دیگه. اینستال کپی تریدینگ سافت‌ور رو نداره دیگه، همه کارا رو بروکر که این وسط انجام میده و آخر کارش هم که بروکر میاد و سودی که به دست اومده رو تقسیم میکنه. اگر که بازم موردی بود، سوالی بود، هر چی بود بپرسین که بتونم جواب بدم، یا اینکه از بروکرها بستگی به بروکرش داره بتونیم بریم جویا بشیم و بپرسیم و اطلاعاتمون رو در این زمینه ببریم بالا. درود بر همه شما، شبتون بخیر.